زیرا مسیح مرا نفرستاده است که تعمید دهم، بلکه بشارت دهم نه در حکمت کلام، تا که صلیب مسیح باطل نشود. زیرا پیام صلیب برای گرفتاران هلاکت جهالت است، ولی برای ما که در راه نجات هستیم قوت خداست. زیرا نوشته شده است: حکمت حکیمان را به هلاکت خواهم رساند و عقل عاقلان را ناپدید خواهم کرد. کجاست حکیم؟ کجاست کتابدان؟ کجاست واعظ این جهان؟ آیا خدا حکمت این جهان را به جهالت تبدیل نداده است؟ زیرا در حکمت خدا، مادامی که جهان با حکمت خود خدا را نشناخت، خدا صلاح دانست که به واسطه جهالت موعظه ایمانداران را نجات دهد. زیرا که یهودیان معجزات می طلبند و یونانیان حکمت می جویند، لیکن ما مسیح مصلوب شده را موعظه می کنیم که برای یهودیان وسوسه و برای یونانیان جهالت است، اما برای خود دعوت شدگان، چه یهودیان چه یونانیان، مسیح را موعظه می کنیم که او قوت خدا و حکمت خداست. چون که جهالت خدا از حکمت آدمان پر حکمت تر است و ناتوانی خدا از قوت آدمان تواناتر است.